توی این آموزش قرار یاد بگیریم چطور فقط با یک ابزار توی فتوشاپ بتونیم اعضای بدن رو حرکت بدیم بدون اینکه فرم بدن خراب بشه یا پوست کش بیاد. خب برای اینکه در واقع بتونید سوژه‌مون رو انتخاب کنید از ابزار کویک سلکشن استفاده می‌کنیم. سوژه‌مون رو انتخاب می‌کنیم تا به حالت انتخاب در بیاد. بعدن که به حالت انتخاب در اومد با کنترل جی یک کپی ازش میگیریم. بعدن که سوژه ما انتخاب شد و از اون یک کپی گرفتیم از منوی ادیت وارد پاپت برک میشیم. همونطور که میبینید سوژه ما به صورت شبکه بندی شده، اعضای بدنش انتخاب شده. شما حتی میتونید این رو از این قسمت، از قسمت اکسپنشن در واقع وسعت اون شبکه بندیتون رو کوچکتر یا بزرگتر بکنیم که ما هم روی 0 پیکسل قرار میدیم. مرحله بعد اضافه کردن پین به مفاصل مهم بدن هست. من یه پین اینجا اضافه میکنم، یه پین روی زانو و یه پین هم روی دست. خب. حالا با انتخاب هر یک از این پین ها و نگه داشتن دکمه آلت روی صفحه کلید شما میتونید چرخش رو بدن این ورزشکار و در مفاصل اون ایجاد کنید. یکی مفتاشن که میچرخونیم در واقع اون قبل و بعد عملش به چه صورت خواهد بود.